با استفاده از آب و هوای فصل گرمی سال مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده در سال 2017 یک قطار کارهای تعمیر و برقرارسازی راههای اتومبیلگرد را به نقشه گرفته است. در توازن مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده 281.9 کیلومتر راههای اتومبیلگرد، از این 22.8 کیلومتر راههای اهمیت بین المللی داشته، 5.9 کیلومتر راههای اهمیت جمهوری داشته و 253.2 کیلومتر راههای محلی می باشد. طبق دورنما و نقشه امساله علاکه 1870 متر راههای اتومبیلگرد در شهر ترسونزاده تعمیر کرده شدند، گفت حین صحبت سردار مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده تویمراد شریپوف. مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده در اساس دستور سپارش‌های پیشوای ملت پرزیدنت مهربانمان اساسگزار اصول وحدت امام علی رحمان و دستور سپارش‌های وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان و دستور سپارش‌های مقامات محلی اجرایی شهر ترسونزاده عمل نموده برای اجرای سپارش‌ها کوشش به خرج داده. امروز در جماعت جور رحمان زیاده از 1 کیلومتر راههای اتومبیلگرد محلی را اسفالت‌پوش نموده است. چنانه که شما دیدن دارید امروز از حساب اهالی دهاتی اسکرعلی میرزایف و نمایندگان جماعت دهات جور رحمانوف کارها در این سمت ادامه دارد و آینده نقشه گرفته ایم که زیاده از 1.5 کیلومتر راههای اتومبیلگرد اهمیت محلی داشته جماعت جور رحمان دهه طیب تویچیف که زیاده از 1.5 کیلومتر را تشکیل می‌دهد به نقشه گرفته ایم و مواقعی که از طرف صاحبکاران علاقه دسترس گردیده است در بعضی مؤسسه ذخیره کرده شده است و در روزهای نزدیک آماده هستیم با یاری کمک مقامات محلی وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان این کارها را در این دهه به انجام رسانیم. در مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده 3 نفر کارمندان کار میکنند و برای تعمیر راهها سفربر کرده شدند. در همین شب روز راههای داخلی شهر ترسونزاده 80% تعمیر کرده شدند. با دستگیری صاحبکاران محلی مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده و مقامات محلی راههای تعمیر طلب در 9 جماعت دهات شهر ترسونزاده تا موسم بارشات فصل تیر ماه تعمیر کرده می شود. ما حاضر اسفالت کرده جای قریب 1 کیلومتر است. با بعد امینه و دوام میکنیم. من پارسال همه تریتور مده درون قشلاقا را 4.5 کیلومتر اسفالت کرده بود. از سنترال نیره 15 کیلومتر اسفالت کرده است. برای همشه حشر قطعی کردیم. من وطن آباد کردگیش ما حرکت کرده شدیم. همه جای همه خیل شود دنیا آباد میشد. 2 سال شد که 14.5 کیلومتر اسفالت یالوح شد. این با دستگیری رئیس شهر ترسونزاده با سیاست عاقلانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت هستند. ما شکرانه میکنیم که دولت ما تینج هستند. من درون محله اسفالت شده است. ما با سال آینده عیناً همین سال قریب 4.5 با 5 کیلومتر تصمیم گرفتیم که درون محله اسفالت کنیم. این حشر قطعی شده است همش. من همین سال اگر گیریم 4.5 کیلومتر اسفالت کنیم اگر در آینده عیناً زیادتر با نقشه گرفته شدیم. ما کوچه روشنی کرده شدیم. هر روز کوچه درون محله آباد شده است. شکرانه میکنیم که همین برای تینج عمومی این بعد دستگیری مثلا رهبریت جوری حکومت شهر ترسونزاده رهبرشون از طرف حکومت همین کارو آبادانی شده است. کارمندان مؤسسه دولتی نگهداری راههای اتومبیلگرد شهر ترسونزاده عزم قوی دارند که نقشه‌های بر ذمه داشته خود را عایدی تعمیر راهها در فرصت معین شده به اتمام می‌رسانند، زیرا راه پیوندگری دلها میباشد. صابر جان سعیدов، سیفالدین ابراهیمov برای برنامه اطلاعاتی خبر.